به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب 7 عادت مردمان مؤثر نوشته استفان کاوی و ترجمه گیتی خوشدل شروع میکنیم. این کتاب در سال 1384 به چاپ 15 رسیده و توسط نشر پیکان چاپ شده. این کتاب در زمینه کتاب‌های انگیزشی، موفقیت و جنبه‌های روانشناسی هر کاری رو توضیح میده و در این زمینه‌ها هستش. امیدوارم این کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید و از راهکارهاش در زندگیتون استفاده کنید. این کتاب شامل 7 عادت و 7 فصله که در مورد عادت‌ها توضیح داده و یادداشتی در مورد مترجم هستش و درباره نویسنده مطالبی رو گذاشته. من در ابتدا با یادداشت مترجم شروع میکنم. با من همراه باشید. خوشبختم که پس از ترجمه 21 کتاب اکنون طیف وسیع‌تری از خوانندگان را مخاطب خود قرار میدهم. همه مدیران و مسئولان و افرادی را که به شکلی به مدیریت و سازمان دادن و رهبری سرگرمند. اگرچه دکتر کاوی معتقد است برای رهبری و مدیریت مؤثر نخست باید از عهده رهبری و مدیریت خویشتن برآمد. شاید به همین دلیل برآن شدم که این شخصیت برجسته و بلندآوازه را که مسئولیت تعلیم رهبری به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگی چون IBM را به عهده دارد به خوانندگان ایرانی معرفی کنم. آنچه در اینجا می‌خوانید چکیده سمیناری است که دکتر کاوی در سال 1992 درباره 7 عادت مردمان مؤثر برای گروهی از مدیران شرکت‌های بزرگ امریکا برگزار کرده است. برگردان چکیده این سمینار را بر ترجمه متن کامل کتاب ترجیح دادم. بادا همچون کلیدی هر روز دریچه و شاید دروازه‌ای را بگشاید. دکتر کاوی مطالعه عمیق و دقیق این کتاب را علاوه بر رهبران و مدیران و همه پدران و مادران و مربیان که آفرینندگان رهبران و مدیران نسل آینده اند توصیه می‌کنم. با احترام، گیتی خوشدل. اما درباره نویسنده هم یه 5-6 صفحه توضیح داده که من لازم دونستم این توضیحات رو بخونم که کامل کننده کتاب هستش. درباره نویسنده دکتر استفان آر کاوی مؤسس کانون رهبری کاوی، سازمانی بین‌المللی که متشکل از بیش از 700 عضو با مشاور رهبری است. تقریباً برای همه مدیران و رهبران جهان شخصیتی آشناست. او نویسنده 8 کتاب پرفروش از جمله 7 عادت مردمان مؤثر است. دکتر کاوی مشاور دائمی بیش از 500 سازمان رسمی از جمله سازمان‌های صنایع و اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها و تأسیسات دولتی و هزاران شرکت تجارتی و مؤسسات آموزشی در سطح جهان از جمله مسئول آموزش رهبری به مدیران شرکت‌های IBM و مشاور قریب به اتفاق همه مدیران فروشگاه‌ها و هتل‌های زنجیره‌ای بزرگ و شرکت‌های نفتی است. روش آموزش او رهبری مبتنی بر اصول و هدفش این است که به افراد و سازمان‌ها این توانایی را ببخشد که خودشان به خود بیاموزند. از این رو همواره به این گفته لاوتسه اشاره می‌کند که اگر به انسانی 1 ماهی بدهید خوراک 1 روز او را داده اید، اگر به او ماهیگیری بیاموزید خوراک همه عمرش را داده اید. این کتاب تاکنون در 40 کشور منتشر شده و بیش از 4 میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. در سال 1991 برای قدردانی از خدمات ارزنده او در امر آموزش مدیریت، هیئت بین‌المللی مدیران جایزه مکفیلی را به وی اعطا کرده است. دکتر کاوی و همسرش صاحب 9 فرزند و مقیم یوتا در امریکا هستند. سازمان رهبری او به طور مداوم در 75 شهر امریکا و در 40 کشور جهان سمینارهایی را برگزار می‌کند. دکتر کاوی تحصیل کرده دانشگاه هاروارد است و در دانشگاه یانگ رهبری و مدیریت تدریس می‌کند. در بیش از 25 سال تجربه ام
در نقش مشاور سازمان‌های بزرگ و کوچک خصوصی و غیر خصوصی و بازرگانی و صنعتی و دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و حتی مشاور مسائل زناشویی و خانوادگی که بالاخص مورد توجه هم بوده است، طبیعتاً با افراد بسیار تماس حاصل کردم و بیشماری از آنها به رغم موفقیت‌های چشمگیر بیرونی دروناً تشنه رابطه‌ای سالم و ژرف و بالنده با خویشتن و دیگران بودند. 7 عادت مردمان مؤثر به روشنی نشان می‌دهد که مؤثر بودن خواه در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران محصول منش ماست، نه ثمره قواعد و فنونی برای اداره یا کنترل کردن دیگران. چون صرفاً حاصل اوضاع و شرایط یا نحوه تربیت و توارث خویش نیستیم. می‌توانیم از طریق این 7 عادت عناصر اساسی مؤثر بودن را در درازمدت بیاموزیم و درونی سازیم. این 7 عادت کاملاً به یکدیگر مرتبطند و مردمان مؤثر آنها را در خود درونی کردند. اما از این 7 عادت چه انتظارهایی می‌توان داشت و چگونه می‌توان به این انتظارها رسید؟ این 7 عادت برنامه‌ای برای ایجاد تغییری بنیادی و پایدار و مادام‌العمر است، مشروط بر اینکه آنها را به دقت بیاموزید، آنگاه آنها را به دیگران تعلیم بدهید و از همه مهمتر اینکه متعهد شوید آنها را هر روز در زندگی روزانه‌تان به کار ببرید. به عبارت بهتر با آنها زندگی کنید تا بخشی از وجودتان بشوند. این 7 عادت چه ثمراتی دارند؟ نخستین ثمره‌اش احترام به خود و اعتماد به نفس افزونتر ناشی از خویشتن‌داری است، زیرا در این صورت خود را قربانی اوضاع و شرایط نمی‌پندارید و خودتان بر اوضاع و شرایط مسلط خواهید بود. دومین ثمره‌اش تأثیر آن بر روابط انسان است. روابط بسیاری از افراد روز به روز خرابتر می‌شوند. روابطی در معرض متلاشی شدن و گسستن، خواه این روابط در ارتباط با نزدیکان و اعضای خانواده باشد و خواه در ارتباط با همکاران و افرادی که به علت حرفه‌مان با آنها سر و کار داریم. به طرز چشمگیر بهبود می‌یابند. این 2 ثمره کاملاً به یکدیگر ارتباط دارند، زیرا هرچه میزان احترام به خود و اعتماد به نفستان بیشتر باشد، برای دیگران حرمت افزونتری قائل خواهید بود. وانگهی قدرت خود را از طریق توجه به نقاط ضعف دیگران نخواهید ستاند. در اینجا می‌خواهم توصیه کنم که هرگز زندگی عاطفی خود را بر اساس نقاط ضعف دیگران بنا نکنید. با این کار فقط نقاط ضعف دیگران را تقویت می‌کنید تا خودتان را کنترل کنند و در کف اختیار بگیرند. سومین ثمره 7 عادت این است که خواهید توانست در دیگران انگیزه ایجاد کنید. مثلا آیا دوست ندارید که فرزندتان در نهایت شور و شوق و بدون تذکر و گوشزدتان وظایف خود را انجام دهد؟ یا ببینید که کارمندان یا همکارانتان سرشار از احساس مسئولیت و حس همکاری برای مسائل سازمان و راه حل‌های تازه و بهتر پیدا می‌کنند؟ چهارمین ثمره‌اش خلاقیت و شادی و هیجان و اشتیاق برای آموختن، یادگیری مهارت‌های جدید و یافتن راه حل‌ها و نگرش‌ها و کشف امکانات تازه خواهد بود. یقین دارم از این طریق خواهید توانست در بسیاری از زمینه‌ها به نتایج شگفت و ثمراتی اساسی دست یابید. اگرچه این برنامه بر اساس فنون یا وعده‌ای برای ایجاد تغییر یک شبه نیست، بر اساس تحول است. یعنی باید بهای آن را بپردازید و بهای آن عبارت است از 1. کوشش برای دریافتن و آموختن این 7 عادت و تعمق ژرف درباره مطالبی که در اینجا ارائه داده شده‌اند. 2. به محض آموختن عمیق این مطالب باید بیدرنگ آن را به دیگران آموزش بدهید. منظور از بیدرنگ این است که ظرف 24 تا 48 ساعت پس از مطالعه عمیق آن را به دیگران تعلیم بدهید. زیرا وقتی آن را تعلیم می‌دهید خودتان بهترین مطالب را در می‌یابید. همه ما این تجربه را داشتیم که هرگاه می‌خواستیم مطلبی را درس بدهیم با دقت و احساس مسئولیت افزونتری آن را مطالعه کرده‌ایم. وانگهی نسبت به محتوای مطالب احساس تعهد پیدا می‌کنید. زیرا وقتی آن را تعلیم می‌دهید
در واقع حکم صادر می‌کنید. در نتیجه آموزش آن مطلب از نظر اجتماعی شما را متعهد می‌کند. ضمناً این انگیزه و توانایی را در شما به وجود می‌آورد تا به آن عمل و بر طبق آن زندگی کنید. یعنی این اشتیاق که این اصول را در زندگی روزانه‌تان به کار ببرید و این عادت‌ها را در خود پرورش بدهید. دیگر بار شما را تشویق می‌کنم که هرچه سریعتر این مطالب را آموزش بدهید و از همکنون تصمیم بگیرید که آن را به چه شخص یا چه کسانی خواهید آموخت و از چه وقت آموزش آن را شروع خواهید کرد. همکنون این تاریخ را در تقویم خود یادداشت کنید. همچنین از شما می‌خواهم که 2 بار آن را تعلیم بدهید. 1 بار به عزیزان و نزدیکان و اعضای خانواده‌تان و بار دیگر به همکارانتان، به کسانی که تصور می‌کنید به این مطلب علاقه دارند و خودتان نیز به دلیل علاقه به زندگی و آینده آنها مشتاقید که آنها را در این آموزش سهیم کنید. البته از همه اینها مهمتر این است که خودتان به آنها عمل کنید و آنها را در زندگی روزانه‌تان به کار ببندید و بر طبق آنها زندگی کنید. زیرا هرگاه از اصولی درست واقف می‌شویم موظف هستیم که بر طبق آن اصول زندگی کنیم. زیرا فقط از این طریق می‌توانیم به اصول والاتر پی ببریم و این به منزله آزمونی از نیروی منش یا تعهد ما نسبت به اصول و ارزش‌های ماست و همچنین به منزله مجالی تا انضباط درونی خود را بیازماییم. از این رو 3 کار عمده‌ای که در پیش رو داریم عبارتند از 1. آموختن مطالب، 2. آموزش آنها و 3. عمل کردن به آنها. چنانچه این 3 عمل را انجام دهید، این مطالب بخشی از تفکر و زندگی و جزئی از نرم افزار ذهنتان می‌شوند، به گونه‌ای که پس از مدتی احساس می‌کنید از آن خودتانند. باید تاکید کنم که این عادت‌ها درباره افراد و سازمان‌ها، خواه سازمان خانواده و زندگی زناشویی و خواه سازمان‌های خصوصی و عمومی، به طرز یکسان صدق می‌کنند. زیرا این عادت‌ها اصولی درونی شده‌اند که مانند ریشه‌های مشترک عمل می‌کنند و در هر زمینه‌ای قابل اجرا هستند. اما چرا تا این اندازه بر آموزش دادن این مطالب تاکید می‌کنم؟ زیرا فرایند تعلیم بسیار قدرتمند و مؤثر است. اگر پدر یا مادری هستید که بچه یا بچه‌هایی دارید که به مدرسه می‌روند، از آنها بخواهید آنچه را در مدرسه می‌آموزند به شما یاد بدهند. دست کم جوهر همه درس‌هایی را که در کلاس‌های مختلف می‌آموزند. نخستین نتیجهش این خواهد بود که به عنوان تجربه پرمعنا پیوند شما را محکم‌تر می‌کند. وانگهی فرزندتان در درس‌هایی که مورد علاقه‌اش نیست، خواه به دلیل بی‌علاقگی خودش و خواه به علت عدم مهارت معلم در تدریس، به طرز چشمگیری پیشرفت خواهد کرد. مثلا اگر خودتان می‌دانستید که همین فردا باید مطالبی را که اکنون می‌خواندید در برابر گروه وسیعی از افراد بازگو کنید و به آنها آموزش بدهید، چه تأثیری بر شیوه مطالعه‌تان می‌گذاشت؟ قطعاً تأثیری شگرف، زیرا ناگهان نقشی که بر عهده داشتید عوض می‌شد و این نکته است که می‌خواهم به شدت بر آن تاکید کنم. اگر می‌خواهید رفتار اشخاص را تغییر دهید، تصویری را که از نقش خود دارند عوض کنید. تأثیر تغییر برداشت. اما پیش از آنکه بتوانیم به راستی این 7 عادت را بیاموزیم، نخست لازم است به برداشت‌های خود پی ببریم. ببینیم چگونه تغییر برداشت می‌تواند نگرش ما را نسبت به جهان عوض کند و چگونه می‌توان برداشت‌های خود را عوض کرد. زیرا تغییر برداشت می‌تواند در زندگی شخصی و اجتماعی و حرفه‌ای ما پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کند. منظور از برداشت شیوه نگرش ما به جهان و امور و نقش خودمان است. برداشت‌های ما خواه درست و خواه نادرست منشأ گرایش‌ها و رفتارها و در نتیجه منشأ روابط ما با دیگران است. مثلا چند روز پیش یکی از دوستانم برای 2مین بار پدر شد. به او تلفن کردم که اگر میل دارد به دنبال پسرش بروم تا او را نیز همراه پسرم به نمایش رژه‌ای ببرم. مشتاق بود تجربه‌اش را با من در میان بگذارد. از او پرسیدم آیا هنوز هم پدر شدن برایت تازگی دارد یا
تجربه‌ای عادی شده است. پاسخ داد: نمی‌توانی تصور کنی چه تجربه الهام بخش و تکان دهنده‌ای بود. این بار در اتاق زایمان حضور داشتم و اگر هر مردی در طول ماه‌های آبستنی و مخصوصاً در آخرین ساعت‌های وضع هم کنار همسرش باشد، به شدت بر طرز تفکر و نگرش و رفتار او تأثیر خواهد گذاشت. تجربه‌اش بیشتر از این جهت برایم جالب بود که او یک بازیکن فوتبال و بسیار مرزسالار و معمولاً عاری از این گونه احساس‌های لطیف بود. همواره سرگرم برنامه‌ها و علایق و عوالم خودش. اما امروز صبح او را دیدم که وقتی پدر و مادرش می‌خواستند از راه دور تلفنی به او تبریک بگویند، آنقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود که نمی‌توانست صحبت کند. نقش او از همسر به پدر تغییر کرده بود. شیوه نگرش و برداشت او عوض شده و دیگر انسان سابق نبود. به آسانی میشد انقلابی را که در رفتارش پدید آمده بود مشاهده کرد. هرچند اگر انسان مراقب نباشد امکان دارد به قالب همان انسانی که سابقا بوده بلغزد و به جایگاه پیشین خود بازگردد. در علم نیز مشاهده می‌کنیم که هر پیشرفت بزرگ ناشی از گسستن از شیوه قدیم تفکر با یا نگرش و برداشت پیشین بوده است. در فیزیک انیشتین گسستن از فیزیک نیوتن را می‌بینیم. برداشت با قانون نسبیت در مقایسه با فیزیک نیوتن که بر مبنای حرکت ساعت است، دارای ارزش توجیهی قابل ملاحظه تری است. برداشت مانند نقشه منطقه راه را نشان می‌دهد و این گفته آلبرت انیشتین دارای اهمیتی ویژه است. به هنگام رویارویی با مشکلات اساسی نمی‌توانیم از همان سطح تفکری که آن مشکلات را به وجود آوردیم آنها را حل کنیم. مثلا در زمینه پزشکی پیش از اینکه نظریه میکروب شکل بگیرد در سطح بالایی از زنان و حتی نوزادان به هنگام زایمان می‌مردند بی آنکه کسی علت آن را بفهمد. در جنگ‌ها نیز تعداد افرادی که از زخم‌های جزئی می‌مردند بیشتر از افرادی بود که در خطوط اول جبهه می‌جنگیدند. اما به محض شکل گرفتن نظریه میکروب برداشت یا نقشه یا فهم و ادراک بیشتر و بهتری درباره آنچه رخ میداد به وجود آمد. در واقع شیوه تفکر و نگرش تغییر کرد. به عبارت دیگر آنچه در سرتان میگذرد جهانتان را میآفریند. اگر میخواهید در روابط خود، خواه روابط شغلی و خواه روابط خانوادگی یا حتی در خودتان تغییرات جزئی و کوچک به وجود آورید، به گرایش‌ها و رفتارتان توجه کنید. اما اگر جویای تغییرات بزرگ و پیشرفت‌های عمده‌اید و می‌خواهید گام‌های کوانتومی، جهش‌های بلند بردارید، برداشت خود را تغییر دهید. یعنی شیوه تفکر و نقشه خود را عوض کنید. در اینجا تجربه ای را با شما در میان می‌گذارم که اخیراً در برداشت خودم تغییری ناگهانی ایجاد کرد. می‌خواهم ببینم در برداشت شما چه تغییری به وجود می‌آورد. یک صبح یک شنبه در نیویورک بود. تنها در تراموا نشسته بودم. صبحی آرام و دلپذیر و تقریباً فقط 1/3 تراموا پر بود. مردم آرام نشسته بودند. بعضی روزنامه می‌خواندند، بعضی در افکار خود غرق بودند. بعضی با چشمان بسته استراحت می‌کردند. محیطی سرشار از آرامش و سکوتی دلپذیر. ناگهان مردی با بچه‌هایش سوار تراموا شدند. بچه‌ها آنقدر پر سر و صدا بودند که بیدرنگ فضای تراموا تغییر کرد. مرد کنارم نشست و هیچ عکس‌العملی نشان نداد. بچه‌ها داد و بیداد راه انداخته و چیز پرت می‌کردند و حتی روزنامه‌های مردم را از دستشان می‌کشیدند. با همه اینها مردی که کنارم نشسته بود اصلا به روی خود نمی‌آورد و هیچ کاری نمی‌کرد. تصور کنید خودتان کنار او نشسته‌اید و ناظر صحنه‌ای هستید که همه را ناراحت و عصبی کرده است. عاقبت به او رو کردم و گفتم ببخشید آقا، بچه‌هایتان واقعاً افراد زیادی را به سطوح آوردند. آیا ممکن است کمی آنها را آرام کنید؟ مرد که انگار تازه متوجه موقعیت شده بود سرش را بلند کرد و زیر لب گفت بله حق با شماست. باید آنها را آرام کنم. داریم از بیمارستانی برمیگردیم که مادرشان 1 ساعت پیش در آنجا مرد. حواسم پرت است. نمیدانم به چه فکر کنم و چطور با این مسئله کنار بیایم. به گمانم آنها هم کنترل خود را از دست دادند. آیا اکنون این وضعیت را به طرز متفاوتی نمی‌بینید؟ خودم بیدرنگ آن را به شیوه متفاوتی دیدم. نگرش و برداشتم تغییر کرد.
گویی اکنون نقشه متفاوتی را در دست دارید. ببینید چقدر گرایش همدردی و همدلی در شما پدید آمده و تا چه اندازه مشتاقید که می توانستید کمکی به او بکنید. گفتم واقعا متاسفم. همین 1 ساعت پیش همسرتان درگذشت. آیا کمکی از دستم ساخته است؟ با تمام وجودم مشتاق بودم کمک کنم. میخواهم توجهتان را به این نکته جلب کنم که گرایش و رفتارتان زایده نگرش و برداشت شماست. نگرش و برداشتی که از هر وضعیتی دارید. تا همین چند لحظه پیش میکوشیدم به زور ساکت بمانم و ناراحت بودم که او چگونه میتواند تا این حد بی ملاحظه و بی اعتنا بنشیند تا بچه‌هایش دیوانه‌وار این سو و آن سو پرسه بزنند و دیگران را عذاب دهند. اما ناگهان وضع عوض شد و این بار صمیمانه میخواستم به او کمک کنم. همانطور که شما مشتاقید که میتوانستید به او کمک کنید، همانطور که شما درد و محنت یک انسان دیگر را در نهایت شفقت و همدلی احساس میکنید. به محض تغییر برداشت همه چیز ناگهان عوض میشود. کلید یا راه حل هر مسئله این است که به عدسی‌های عینکی که به چشم داریم به برداشت‌ها یا به نقشه خود بنگریم، زیرا شاید لازم باشد برداشت یا نقش خیش را تغییر دهیم تا بتوانیم کل وضعیت را از دیدگاه یا زاویه تازه‌ای بنگریم و تفسیر کنیم، زیرا آنچه اهمیت دارد خود واقع نیست. تعبیر و تفسیرمان از واقع است که به آن معنا می‌دهد. در 7 عادت مردمان مؤثر خواهید دید که هر یک از این عادت‌ها نمایانگر دگرگونی و تغییری در نگرش و برداشت می‌باشند، برداشتی متفاوت از تفکر معمولی و متداولی که به آن خو گرفته. اما کتاب رو با پس نگاهی به 7 عادت شروع می‌کنیم. همانی که مدام به آن می‌پردازیم، پس تعالی نه عمل بلکه عادت است. ارسطو. عادت چیست؟ عادت اصلی درونی شده است. به ویژه اگر بخواهیم درباره عادت مؤثر بودن گفتگو کنیم. با قانونی طبیعی مانند سایر قوانین طبیعت سر و کار داریم. گاه می‌توانیم آن را اصول بخوانیم. مثلا در کسب و کار شاید یکی از اصول ارج نهادن به مشتری یا قابلیت انطباق با نگرش مشتری باشد. این امر را اصول می‌خوانیم. حالا اگر بخواهیم این اصل را به شیوه درونی سازم که طریقه اجرای آن را بدانم، مشتاق یا طالب اجرای آن باشم و بدانم که چه کاری را باید انجام بدهم، عادت ایجاد شده است. عادت عبارت از نقطه تماس دانش و مهارت و اشتیاق است. همان گونه که هوراسمان آموزگار بزرگ گفته است، عادتها همچون ریسمان ضخیم شاهسیمند. هر روز رشته‌ای از آنها را می‌تنیم و چندی نمی‌گذرد که دیگر نمی‌توان آن را شکست. این 7 عادت اساسی و بنیادی اند، نه 7 اختیار انتخابی. و همه انسان‌های مؤثر و کارآمد صاحب این 7 عادت‌اند. زیرا این 7 عادت به درمان مشکلات مزمن و ایجاد امکانات تازه می‌پردازند. مجال‌های هیجان انگیزی که می‌توانند قدرت درون و خلاقیت انسان را شکوفا و نمایان سازند. این 7 عادت مستقیما به مؤثر بودن ارتباط می‌یابند که آن را تعادل P.PC می‌خوانند. P به مفهوم تولید یا نتیجه مورد نظر و PC به مفهوم قابلیت تولید. فرض می‌کنیم آنچه می‌خواهیم P یا تولید یا نتیجه مورد نظرتان این است که بچه‌هایتان بدون گوش‌زد و تنبیه یا رشوه و جایزه دادن در نهایت شور و شوق و احساس مسئولیت اتاقشان را تمیز کنند. در این صورت PC یا قابلیت تولید ایجاد رابطه و فضایی خواهد بود که بچه‌ها بخواهند مسئولانه و مشتاقانه کارهایشان را انجام بدهند. از طریق ادب و نزاکت و تواضع، مهربانی و توجه، صداقت، احساس تعهد و خوشقول بودن می‌توانیم در حساب عاطفی خود سپرده یا ودیعه بگذاریم و پشتوانه عاطفی معتبری برای روابط خود ایجاد کنیم و از 6 طریق می‌توان کیفیت هر رابطه ای را با همسر و فرزندان و کارمندان
و همکاران و مشتریان و مراجعان یا هر کس دیگر اعتبار و تعالی بخشید و این 6 طریق عبارتند از: 1. مهربانی‌های ساده کوچک. 2. صداقت. 3. تصریح و تشریع توقعات. 4. وفاداری. 5. تمامیت وجود. و 6. صمیمانه پوزش بطلبید. اما فصل بعدی اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش هستش که میخواد در این مورد بحث رو باز کنه. اما ببینیم که چه توضیحاتی برای ما داده. میگه ضرب المثلی میگوید اندیشه‌ای بکار تا عملی درو کنی، عملی بکار تا عادتی درو کنی، عادتی بکار تا منشی درو کنی، منشی بکار تا تقدیری درو کنی. اما عادت اول، عامل باشید. اساسی ترین عادت عامل بودن است. عامل بودن یعنی مسئولیت خود را به عهده گرفتن، ملامت نکردن اوضاع و شرایط یا اشخاص با این بهانه که رفتارتان حاصل شرطی شدن شماست. ضد عامل بودن واکنشی بودن است. اگر به واژه مسئولیت responsibility توجه کنید می‌بینید که در اصل response underline ability یا توانایی پاسخگویی بوده است. به این مفهوم که توانایی آن را دارید که پاسخ یا واکنش خود را انتخاب کنید. مردمان مؤثر عاملند یعنی مسئولند. در نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی بر ارزش هاست، نه ثمره اوضاع و شرایط آنها که واکنشی مبتنی بر احساس است. 3. نظریه جبرگرایی وجود دارد که در واقع همان نظریه محرک واکنش است که مستقلاً یا توأماً برای توجیه نهاد انسان پذیرفته شده است. 1. جبرگرایی ژنتیک. 2. جبرگرایی روانی و 3. جبرگرایی محیطی. که جبرگرایی ژنتیک میگه اساساً میگوید آنچه هستید حاصل پدر مادر یا اجداد شماست. به همین دلیل این ویژگی یا این استعداد یا این اخلاق را دارید. جبرگرایی روانی میگه آنچه هستید حاصل نوع تربیت شماست. تجربه‌های کودکیتان موجب شده که این گرایش‌ها را داشته باشید. ساختار منش شما در کودکیتان شکل گرفته و رفتار کنونیتان را تعیین می‌کند. اما جبرگرایی محیطی میگه آنچه هستید ناشی از رفتار همسر، فرزند نوجوان، رفتار رئیس، طرز برخورد همکاران، اوضاع و شرایط محیط، به علت وضعیت اقتصادی، به دلیل خط مشی جامعه یا سنن کشورتان به این صورت درآمده است. به این دلیل تا این حد احساس ناتوانی و بدبختی می‌کنید. اگر این دلایل وجود نداشتند زندگیتان اینقدر آشفته نمی‌بود. در این نگرش نیز انسان قدرت انتخاب درست و واکنش مناسب را ندارد. اما گزینه بعدی که ما میخوایم بخونیم عادت 2 هستش که ذهناً از پایان آغاز کنید. مفهوم ضمنی عادت 2 این است که به روشی مقصدتان را بدانید تا بدانید که میخواهید به کجا برسید تا آنچه سرانجام میخواهید به وجود بیاورید روز به روز هدایتتان کند. عادت 2 ذهناً از پایان آغاز کنید میگوید برنامه خود را بنویسید. گذشته‌تان بخشی از خاطره‌تان است. توانایی‌تان بخشی از تخیلتان. اما میریم برای گزینه 3 عادت 3 که نخست امور نخست را قرار دهید. مردمان مؤثر به جای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می‌پردازند. به جای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و به جای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند یا گرفتار امور بی‌اهمیت شوند به اولویت‌ها و ارجحیت‌های خود توجه می‌کنند. یعنی امور نخست را نخست قرار می‌دهند. در واقع عادت 3 به تحقیق برآوردن عادت 2 است. می‌توان عادت 2 را آفرینش ذهنی و عادت 3 را آفرینش عینی و فیزیکی خواند. زیرا همه چیز دوباره آفریده می‌شود. نخست به صورت ذهنی و آنگاه به صورت عملی. گوته می‌گوید اموری که بیشترین اهمیت را دارند نباید قربانی اموری شوند که کمترین اهمیت را دارند. بنابراین
اولویت‌های خود را تشخیص و سازمان بدهید و اجرا کنید. میریم برای یه سخن دیگه از گوته و عادت 4. گوته میگوید با انسان به همان گونه که هست رفتار کنید تا همان گونه که هست بماند. با او به گونه‌ای که میتواند و باید باشد رفتار کنید تا بدان گونه شود که میتواند و باید باشد. اما عادت 4 برنده بیاندیشید. مفهوم نگرش برنده این است که همواره جویای منافع متقابل و دو یا چند جانبه از جمله منافع خودتان بسته به تعداد افرادی که در آن پروژه یا برنامه شرکت دارند باشید. در عادت 4 جایی برای رقابت و مقایسه وجود ندارد، زیرا در عادت 4 کار گروهی و همکاری و برنده شدن همه کسانی که در آن ذی‌نفع‌اند الزامی است. در عادت 4 به جای من میگویید ما و برای این ما نه کمترین بلکه بیشترین را میطلبید و به وجود میآورید. اگر عادت‌های 1، 2، 3 عمیقاً در وجود شخص ریشه نگرفته باشد، شاید با ذهنیت کمبود به عادت 4 رو آورد و به فنونی که به اخلاقیات شخصیت مربوط میشوند رجوع کند. در این صورت هرگاه فشار رو آورد دیگر بار به الگوی تظاهر و دورویی باز می‌گردد و در اینجاست که انواع بیماری‌ها و عصبیت‌ها فرصت رشد پیدا می‌کنند، زیرا ذهنیت کمبود کشمکش‌های درونی ایجاد می‌کند و نیروی شخصی را می‌مکد. نگرش برنده فلسفه جامع زندگی و ارتباط متقابل و قانون طلایی عمل و دارای 5 بعد است. 1. منش با پرورش عادت‌های 1، 2 و 3 در خویشتن. 2. کیفیت رابطه با وضعیت بانک عاطفی. 3. توافق‌های به عمل آمده یا انتظارها و توقعاتی که به وجود آمدند. 4. نظام‌ها چگونگی سازمان دادن به روش‌هایی که نگرش برنده را ایجاد می‌کند. 5. فرآیندها چگونگی اجرای ابعاد بالا از فرآیندها یا قوانین طبیعی تخلف نورزد. راه حل سریع و آنی ضد قوانین طبیعت است. بدون عوض کردن ریشه نمیتوانید میوه را عوض کنید. اما میریم برای عادت 5 که نخست گوش فرا دهید سپس بخواهید به شما گوش کنند. عادت 5 یعنی بگذار اول من به تو گوش کنم. بیشتر مردم برعکس این کار را انجام میدهند. میخواهند اول خودشان حرف بزنند، وضعیت خود را روشن کنند و مورد تفاهم قرار بگیرند. وقتی هر دو طرف بخواهند اول و مخصوصاً با هم حرف بزنند، مونولوگ جمعی گفتگوی مرده ایجاد می شود. زیرا در واقع گفتگوی یک نفره است، اگرچه در حضور یک نفر دیگر انجام می‌پذیرد. در این حال شخص واقعاً به حرف دیگری گوش نمی‌کند، یا دارد حرف می‌زند یا خودش را برای آنچه می‌خواهد بگوید آماده می‌کند. عادت 5 می‌گوید نخست گوش کنید، آنگاه نظرتان را بیان کنید. نخست خودتان وضعیت دیگری را درک کنید، آنگاه بخواهید مورد تفاهم قرار گیرید. عادت 5 مستقیما به شیوه ارتباط برقرار کردن مربوط می‌شود و کلید ایجاد همدلی و روابط مبتنی بر نگرش برنده هستش. و میریم برای عادت 6 که سینرژی یا انرژی گروهی ایجاد کنید. عادت 6 ثمره نهایی یا ایجاد راه حل‌های تازه و بهتر گروهی است. راه حل‌هایی بهتر از آنچه نخست هر یک از افراد پیشنهاد کرده بودند. سینرژی ضد مصالحه و سازش است. به تعبیر دیگر یعنی کل بزرگتر از مجموعه اجزای آن است. عادت 6 جنبه خلاق عادت 5 است. در اینجاست که خلاقیت خود را به کار می‌گیرید و راه حل‌های تازه و بهتری را جستجو می‌کنید. بیشتر مردم به جای ایجاد سینرژی یا همکاری خلاق، ستیز یا گریز را در پیش می‌گیرند. هر دوی این شیوه‌ها ناشی از الگوهای ارتباطی نابالغ است. ارج نهادن به تفاوت‌ها جوهر سینرژی یا ایجاد انرژی گروهی است. ارج نهادن به تفاوت‌های عاطفی و روانی و ذهنی افراد و کلید ارج نهادن به تفاوت‌ها این است که دریابیم افراد جهان را نه آنگونه که هست بلکه آنگونه که خود هستند می‌بینند. و عادت 7 اره را تیز کنید بازسازی خویشتن. مجسم کنید در جنگل شخصی را می‌بینید که در حال تقلاص و می‌کوشد با اره درختی را ببرد.
از او میپرسید چه میکنی؟ پاسخ میدهد میبینی که دارم درخت را اره میکنم. میگویید خیلی خسته به نظر میرسی. چه مدت است که اره میکنی؟ میگوید بیشتر از 5 ساعت است. واقعا که کار شاقی است. میپرسید چرا چند دقیقه به خودت فرصت نمیدهی تا اره را تیز کنی؟ مطمئنا کارت با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. مرد به تاکید میگوید فرصت ندارم اره را تیز کنم. مگر نمیبینی که دارم اره میکنم؟ عادت 7 عبارت است از ایجاد مجال برای تیز کردن اره یا بازسازی خویشتن. مابقی 6 عادتی که خواندید مبتنی بر این عادت است، زیرا سایر عادتها را ممکن میسازد. دیگر بار توجهتان را به توالی این عادتها جلب میکنم، یعنی عادتهای 1 و 2 و 3 که آنها را پیروزی شخصی میخوانم و به منش مربوطند. باید پیش از عادتهای 4 و 5 و 6 پرورش یابند که آنها را پیروزی عمومی میخوانم و به شخصیت ارتباط دارند. زیرا اگر بذری نکاشته باشید چگونه خواهید توانست محصولی را درو کنید؟ این 7 عادت خیلی زیباست کتابش. امیدوارم که از این وایس لذت برده باشید و این کتاب رو مطالعه کنید. ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.